بچه‌ها خوش اومدید به ویدیوی اول کانال. امروز اومدیم با بازی کراش آف کارز که میتونید بیاید گیم مود بازی کنید. اگر نتتون روشن باشه میتونید بیاید تو کریت مپ بسازید یا برید توی جوین کد طرفو بزنید و برید. این بازی چند نفرن که میشه انجام داد به همین روشی که توضیح دادم و این 5 تا مپو داره. این دوتا بازی پایین یکیش مسابقه رانندگی و یکیش هم تیمی. این بازی ها سولوه. این قسمت که آبی شد الان ماشیناست. قسمت آبی که این پایین هست ماشینای عادی و ضعیفن. ماشینای ریر یا همون بنفش، اگه اشتباه تلفظ کردم دیگه ببخشید، میشه ماشینای متوسط. اپیک میشه قسمت قرمز، ماشینای ابیلیتی دار. مثلا یکی از ابیلیتی های این ماشینی که الان روی صفحه بزرگه میتونه روی آب راه بره، ولی بقیه ماشینا میرن رو آب میافتن پایین و جونشون کم میشه، ولی میتونه راه بره. یا اینکه این ماشین میتونه به هر کی که ضربه، یه ابیلیتی فقط یه بار میشه ازش استفاده کرد، به هر کی که ضربه میزنه این بمب همونجا میافته و میترکه. و لژندری ماشینای خیلی خفنی داره. یکیشون هم من همیشه بازی میکنم تو مپ‌های دیگه، یارمو میندازم این ابیلیتی. اینم ابیلیتی داره که میشه ابیلیتیش یه لیزر میاد بالا و هر کی سمتش باشه رو میزنه. اینجا میتونیم بزنیم. اینی که الان میبینید چند تا رنگ داره، هر رنگی واسه قسمت این ماشین. مثلا آبی که بگیریم میاد اینجا، اگه تکراری باشه این سپره پر میشه. البته فقط این آبی رو میشه زد، تو کلی رنگ داره. این با جمه، این با جمه، اینم با جمه. من الان 12 تا بیشتر جم ندارم. اینجا هم لول 10 وا میشه که من لول 5م تازه. الان ما ماشینمونو آدم فضایی برمیداریم و یه دونه از این گیما رو یه شانسی انتخاب میکنیم. خب وای میسیم یه هم لود کنه. خب استارت شدیم. 2 تا دکمه اینجاها هست که الان من فشار میدم میتونید با اون بچرخید. یه بار دیگه هم اسمو میگم که کراش آف کارز. این لیزره که زدم هر کی بهش بخوره میمیره، یا اینکه این اره که حریفم گرفته اون ضربه که بهت میزنه پرت میشی، یا آخر کاری هم میتونی پرتش کنی، ولی تموم شه دیگه نمیتونی پرتش کنی. رو زمین هم یه سری جون درمان داره. این الان یکی هم مپاشه، بیش از 50 تا مپ داره. این هم که الان دست منه تیپیه، یعنی اینجا میزنم تا یه حدی منو میبره جلو. این آبیایی هم که روی زمینه میبینید اسپیده. این خاکای رو زمینم خودش یه قدرته که منگت میکنه و نمیتونه خودتو کنترل کنی. این گانی هم که الان رو منه گان دنبال کننده است، یعنی من به هر کی بزنم وایسی من الان یکی رو بیارم. من الان چون آفلاینم و با کسی نیستم کنار اسما نوشته باتس. الان اینو میزنم این دنبال میکنه میاد اینو میکشه. و اینجا هر چقدر که کاپ این تاجا بگیرید هر چقدر بره بالاتر رو پول میده. مثلا هر چی بگیرید رو تقسیم بر 2 میکنه. مثلا 6 تا بگیرید بهت 6 تا این جاما بگیرید بهتون 3 تا سکه میده. این یه مپش بود. ما دیگه میتونیم بیایم اینجا. یه نکته هم هست واسه ریس، من خودم اینو نمیدونستم و تازگی ها کشف کردم. جایی که اسپام میشیم واسه تمرینه. این پرچمه که اینجا هست تا اینو نگیرید بازی شروع نمیشه. من مثلا الان یه دور تمرین میکنم. بچه ها فقط اولش این 2 تا دکمه چرخش ها رو میاره. الان دیگه اینجایی که میبینید دیگه دکمه چرخشی نیست، ولی خیلی باید بلد باشید که الان مثلا این پیچو صاف بزنی که نخورید به دیوار. 4 تا اسپام میشیم. من تا حالا نتونستم اول یا دوم شم، خیلی چون سخته.
میبینید که اصلا نمیشه کنترل کرد نخوریم به دیواری جایی. میخورید به هر حال، ولی گیمیه که فشاریتون میکنه. اینجا هم اگه دوتا راه بود مثل من از این راه بیاید، چون یه میانبره ولی اون راه اصلی. الان من اومدم. بچه اینجا دیوار نداره ها، وید میشی. این سبزایی هم که میبینید ریسپاونن، البته میشه گفت چک پوینت. بچه هر گیمی رو دوست دارید بازی کنم توی کامنت ها به هم بگید و من اون گیم رو دانلود میکنم و بازی میکنم. و تو کامنت ها انرژی بدید، لطفاً ساب کنید، لایک، اون زنگوله رو هم بزنید هر وقت من اینجوری ویدیو گذاشتم با خبر شید. این اولین ویدیومه و همچین چیزی است. شما میتونید داخل کامنت ها بگید مثلا من گیم ماینکرافتو که گیم خیلی محبوبیه بهتون کد و اینا یاد بدم، یا اینکه بیام بهتون بیلد یاد بدم. قشنگ تو کامنت ها هر کاری بگید توی گیم انجام میدم. و من میتونید بزنید تنظیماته اینو که میزنید، این یه چیزی که میگیرید که بهتون گفتم مثلا حالت ابیلیتیه، با این میتونید جابجاش کنید و من رو راستم. لیو گیم هم بزنید دیگه میترکید و میاید بیرون. خب بچه ها امیدوارم اولین ویدیوی کانال لذت برده باشید. لایک ساب فراموش نشه. اگرم سوالی درباره بازی داشتید حتما به هم بگید و من بهتون جوابو میگم. و دوباره میگم لایک ساب فراموش نشه. تا ویدیو بعد، خداحافظ.